خسته نباشید دوست عزیز. میخوام بیام درباره خیاطی از یک بنده خدا خیاط 18 ساله سابقه دارم. میخوام سوال کنم نظرتون در مورد خیاطی چیه؟ کار خوبیه؟ شغل خوبیه، ولی متاسفانه زوری هرچی کارفرماسته میرسه دمی چرخکاری بدبخت. آره. آقا اگه بروشکار خراب کنه تا اون باید چرخکار بده. این پارچه فروش اگه پارچه کثیف بفرسته بازم بدبخت چرخکار باید تا اون بده. کار نمیدون دیر و زود بازم چرخکار باید تا اون بده. چرا اینقدر فشار میاره سر چرخکار؟ دیگه قشم ضعیف هستن، اصلا زورش به پارچه فروش که نمیرسن. آقا زیاد نهایت میگه آقا پارچه اینجوری میگه نمیخواد بدم بده. آقا پارچهش امسال نگه داره سال دیگه میشه 2 برابر. بعد بروشکارم که سمت هفتتی رو بازارم بروشکار کم هستن نازش میچنه. آقا یارو بروش میزنن با لگد میندازه، باید مثلا چرخکار بدبخت بره جمع بیاره. اینجوریه دیگه. داداش شمانیزی خیاطی بکشین بیرون بابا. این سایتکارا و مغازدارا رو بگه یه خورده رحم داشته باشین بابا. الان هم قیمت تو کارگری رفته 300-400 تومن بالا، مانتو چقدر 10 تومن، اونم با 1000 تا بدبختی که من ندارم و بدبختم آخر کارم نیست پول میخورن نیست بشه میدن. من نمیدونم این پولا رو میخورن کجا میکنن. واقعا حرامشون باشه. ممنون.